این خونه مامانیه که در روز شاید 3 بار الی 4 بار جمع میشه، ولی آخرش اینه وضعیت. تازه من از صبح ساعت 8 که بیدارم 1-2 ساعتی جمع و جور کردم، ولی فایده ای نداشت. اینم بچه ها، اگه تو هم مثل مایی اصلا قصه نخور. همه این کارا انجام میشه، جمع میشه، مرتب میشه، ولی این عمرمونه که بر نمیگرده. پس از زندگیتون لذت ببرید. قصه این چیزا رو نخوریم، واقعا اینا قصه نیست. همین که این 3 تا بچه دارن بازی میکنن واسه من ارزش داره. مریض نباشن، سالم باشن، کنار ما بزرگ شن، اینجوری که دلمون میخواد بچه‌هامون رو بزرگ کنیم. یه روزی میرسه که اینا همه مرتبه، ولی این 3 تا دیگه بزرگ شدن و رفتن خونه‌های خودشون، پیش ما نیستن. به این فکر کنین انرژیتون چند برابر میشه، میتونین آرامش داشته باشین.